حالا افرادی که بیلیونر هستن اونا چه رقم بازی میکنن؟ اینا وقت تو را میخرن، اینا معلومات تو را میخرن، اینا پروداکت تو را میخرن، به نام خود میفروشن و پیسه دار میشن. مثلا من یک نفر را میبینم که یک برنامه خیلی خوب داره و بعد یک غولپول از میبینم که در میدیا خیلی مشهور است، میگه این بچه خیلی خوب معلومات پیش میبره ها، اگه این رقم بانیم که خودش شخصی پیش بره فردا مشهور میشه و کتما رقابت میکنه، زنگش بزن بیا کتما کارمند شوه، دیگه وقت خود بفروشه به جای اینکه معلومات خود بفروشه. او را میاره اسیر خود میسازه. یک نفر میبینیم که یک پروداکت خیلی خوب ساخته ولی پیسه همراهش نیست که لانچ کنه. یک تجار میگه که من برات لانچ میکنم، 70% از من 30% از تو. یک مثال خیلی خوبش اینستاگرام یک آدم خیلی عادی ساخت، اما میتا یک کمپانی غول پیکر بود، آمد گفت که خب اینستاگرام یک مشکل حل میکنه، ما ازت میخریم. $1 بیلیون خرید، اینا سرش نوش میکنه. یا توییتر رو ببینین، یک خدمت خیلی خوب بود، آدمایی که پیش میبرد، ایلان ماسک آمد ازش خرید، آل سرش تجارت میکنه. پس شما اگر وقت خود میفروشین، بیاین او را بانین معلومات خود بفروشین. وقتی معلومات خود فروخته رفتین، مردم بیشتر شما را میشناسه، پروداکت تولید کنین، یک شای تولید کنین که مردم بخرن. مثلا من یک یوتیوبر هستم مثالش که 3 لک سابسکرایبر دارم و من معلومات خود فروخته رایستم. اینا بعد از 3 لک سابسکرایبر من دیگه معلومات خود نمیفروشم، در پالوش باید یک تولید داشته باشم که مردم بخره. مثلا من میگم که اگر میخواین از تشویش دور باشین فلان 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 کار کنین، اما اینی شربت شکیبان بخورین که نو مکشیدین بر شما فایده داره. اینا به این سیستم که روز برسه که من معلومات مردمان بخرم، وقت مردمان بخرم و یک تولید ازش بسازم و این تولید کنترل کنم، من بدل میشم به یک میلیونر.